سلام دوستان، با یه فیلم دیگه در خدمتتونیم. تو این فیلم هم می‌خوایم بریم تریدهای روزانه‌مون رو طلا ادامه بدیم تا این فریم 5 دقیقه. اما یک تفاوتی داره. دیگه علاوه بر اندیکاتور SSP می‌خوایم بیایم از هوش مصنوعی خود متا تریدر هم کمک بگیریم، ببینیم چه دیتایی بهمون میده و آیا میشه در کنار اندیکاتور SSP ازش استفاده کرد و آیا اصلا دیتای درستی بهمون میده یا نه. همین الان که دیدیم داشت محاسباتش رو انجام میداد و مینوشت و سطوح رو برامون رسم میکرد که اگه من اینو بیارم اینور بذارم، من سوالی که ازش پرسیدم این بوده که آیا الان موقعیت خوبی برای خرید هست، سطوح مهم و استاپ و حد سود رو برام مشخص کن. که اومده سطوح مهم رو رسم کرده ولی استاپ و تیپی برام نذاشته. و اگر بریم توی متا تریدرمون ببینیم که ما یه حساب فول مارجین داریم، یعنی روش میایم تا اونجایی که اجازه بهمون بده روش ترید میکنیم، بیشتر حجم رو میگیریم روش. پوزیشن بای باز کردم، استاپ و تیپیش هم گذاشتم که حالا جلوتر بهش میرسیم. اول برم ببینم که این تریدینگ ویو به ما چی گفته، اینو بررسی کنیم و ببینم چرا برام این موقعیت بای تشخیص نداده. بعد میایم برمیگردیم به این اندیکاتور SSP مون روی خود متا تریدر. خب توی این جدولی که همینجا گذاشته، من الان سریع خوندمش، نوشته که توی 1 ساعته زیر مکدی سیگنال سل داره میده، تو 4 ساعته نمیدونم چیه داره سل قوی داره بهمون میده، روزانش هم داره بهمون پوزیشن سل میده و کلا چیز دیگه، کلا چیزی که پیدا کرده مربوط به سل بود. نکن جهت و 3 تا سل داره، شرایط سل داره، 2 تا شرایط بای داره. برای این فکر کنم که برای اون موقعیت خرید و اینجا تشخیص نتونست بده و بیشتر نظرش اینه که روی سل باید کار بکنیم. نکن این نوشته محرک قالب روند در تایم فریم های بالا به شدت نزولی است و هنوز چی رخ نده، برعکس شده، برگشت ساختاری نام چیشی رخ نداده. CHOCH اینا به اعتبار یه اندیکاتور، یه چیزی که من تخصص من نیست. و هر ورود لانگ یعنی خرید توی این موقعیت نیازمند تایید ساختاری است. من اصلا این فیلم رو ضبط کردم که ببینیم چقدر میتونیم به این هوش مصنوعی ها اعتماد کنیم و باهاشون همجهت بشیم. میبینیم که این همش داره میگه سل بگیرین. من وارد پوزیشن بای شدم بر اساس سیگنال اندیکاتورم که جلوتر بهتون میگم که چجوری به اون نتیجه رسیدم و چجوری به اون سیگنال داده اندیکاتور SSP خودمون. نکنه میگه تو تمام تایم فریم ها شرایط نزولیه و ادامه روند رو داره میبینه توش و همینطوری گفته روند نزولی ادامه پیدا میکنه و ورود لاین کاملا منتفی است. یعنی توی شرایط مختلفی که اومده بررسی کرده کلا ندیده. حالا من میخوام ازش یه سوالی بپرسم، بگم که من وارد پوزیشن بای شدم، برام استاپ تیپی رو بدار حالا هر جور که هست. خب بهش گفتم من وارد پوزیشن خرید شدم، بهترین استاپ و بیشترین حد سود رو برام بذار، یعنی بیشترین چیزی که می‌بینی برای سود گرفتن در جهت خرید رو برام تیپیشو مشخص کن. و نوشتم براش که رسم کنی. رسم کردن مهمه وگرنه براتون ممکنه که رسم نکنه و چون محدودیت حالا تو پلن رایگانش من دارم خودم استفاده میکنم محدودیت هفتگی داره، حالا که این کردیت رو مصرف نشه. من دوباره فیلم رو نگه دارم که اینم بیاد خط شو رسم کنه و بریم توی اندیکاتورمون دیگه، اینطور که معلومه کلا توی در و دیوار این هوش مصنوعی. ناکن یکی از ضعفایی که هوش مصنوعی داره اینه که نمیتونه بره قبل‌تر و سقف و کف رو مشخص بکنه. این الان بهترین هوش مصنوعی که داره برای ترید داره کار میکنه، یعنی یه جوری هوش مصنوعی اختصاصی خود تریدینگ ویو دیگه و ما داریم کار میکنیم باشه و تازه معرفی شده. یه سطح و کف خیلی ساده گذاشته که خب اینو خودمون هم میتونیم رسم کنیم. تو باید بری گذشته اونایی که اصلی تره رو برای من پیدا کنی که تو تایم بالا من گفتم برو کار کن دیگه. این چیه اومدی برای من رسم کردی؟ 4 5 تا خط رو هم دیگه گذاشته اینجا. اینجا می توضیحات فقط گفته که هایر هایی بود و لوور هایی بود و همین. خیلی ابتدایی، خیلی ابتدایی، یعنی به شدت به نظرم جا داره که شاید مثلا 5 سال دیگه با این سرعت رشدی که داره بتونن یه کارایی بکنن این هوش مصنوعی تو فاز ترید. اما فعلا به نظرم جالب نیست. حالا واسه این رسم کنه کاراشو بکنه چی برامون میذاره.
من اصلا میرم توی 5 دقیقه تانک فریم امیدوارم تانک فریم عوض کنم حتی قاطی نکنم هرچند داره کلشو در نظر میگیره فکر کنم قاطی کرد یه میخوای بقیه این خطای تیکر از کردم پاک کنم آره پاک میشه هنرنمایی هم نکرده بود. خب استاپ و تی پی ها رو برام مشخص کرد فعلا یه استاپ گذاشته روی 39 32 این سبزه چی؟ اس ال نقدینگی سل سایت خب نه این پایین میخواد بنویسم نقدینگی اینجا میگه اینجا که نقدینگی وجود داره تی پی برامون چند تا گذاشت 3 تا هم تی پی برامون گذاشت بالاترین تی پی 41 44 39 32 هم استاپ لاسه که برامون در نظر گرفته توضیحاتش هم دیگه نمیخونم چون اصلا قبولش ندارم دیگه واقعا فقط اطلاعات علکی بیامونده برم توی متا تریدر ادامه بدیم ببینیم که چیکار میکنه و اختلاف استاپی که ما گذاشتیم با این چقدر این 39 32 استاپ برامون مشخص کرده خب جایی که من استاپ گذاشتم 39 50 یعنی استاپ کوچیکتری من گذاشتم که الان میگم چرا با توجه به سطوحی که اندیکاتور برام رسم کرده خب وقتی استاپ کوچیکتر میذاریم میتونیم ریسک و ریوارد بهتری بگیریم مهم نیست چقدر دور بذاریمش این وجبی نیست بعد یه جایی بذاریم که بهینه باشه نه الکی بیاد بزنش نه انقدر دور باشه که ریسک و ریواردتون رو به هم بریزه حالا من این حسابم فول مارجین بوده با $2 شدم اما اگه شما مثلا بخواید 2% رو رعایت کنین نسبت نقطه ورودتون به استاپ لاستون حجم رو مشخص میکنه که با چه حجمی وارد بشین دیگه پس خیلی مهمه که استاپ رو کجا میذاریم ما الان گذاشتیم روی استاپ اون 39 50 اون 39 32 رو یعنی پایینتر و دورتر رو پیشنهاد داده بود خب من میرم خط و خطوط اضافه چارت هم پاک کنم که شما هم بتونید بهتر ببینید و قبلش بگم که این اندیکاتور برامون کانال ها ترن لاین ها اینا رو همه رسم میکنه که الان توی فیلم اینا جلوی چشمون میگیره و شما رو اذیت میکنه برای این میخوام حذفش کنم قابلیت هایی هست که همه رو باید ازش استفاده بکنیم باید اگه استراتژیمون اجازه بده خب من خط اضافه رو پاک کردم که بیایم با هم دیگه بررسی بکنیم ببینیم که اینجا چه چیزی قراره برای چه چیزی بوده که ما وارد پوزیشن بای شدیم ناکن ما همیشه میگیم وقتی که یک روند این خط بکشه قوی وجود داره حالا اینجا روند قوی نزولی وجود داشته زمانی که به یک سری کندل های زرد به یک سری میله های زرد میرسیم تو اسیلاتور دوممون یعنی اسیلاتوری که پایین صفمون هست اینجا میتونه پایان این روند باشه یعنی این اسیلاتورهای زرد میتونه پایان این روند ریزشی رو مشخص کنه ناکنید قبلترش هم داشتیم ما قبلترش در حد یک اصلاح بوده اینجا بوده اومده اصلاح داده به مووینگ اوریج و دوره ریزشش رو ادامه داده چون قالب بازار سبز بوده بعدش چه قدرت خوبی بعدش اومده باز دوره ریزشش رو ادامه داده و سطح مهمی که اینجا اندیکاتور برامون رسم کرده این سطح نقطه چین زرد قیمت اومده زیرش زرد شده پولبک زده هم به این سطح هم به مووینگ اوریج و بعدش ریخته اینجا یک اتفاق تکنیکالی افتاده که این میلای زرد کارشون رو درست هم انجام دادن اما اینجا این وقتی که روند طولانی مدت بوده اینجا نکنید روند کوتاه مدت بوده میلای زرد قبلی اما اینجا روند طولانی مدت بوده تو تایم 5 دقیقه و بعدش اومده زرد شده و بعدش بازار رنج شده حالا به خاطر اون سشن زمانی که بوده دیگه به تایم آسیا خورد اینا رو اینا هم در نظر میگیریم و بعدش میله ها نگاه کنید قرمز مونده یعنی بازار خیلی ضعیف بوده بازار ضعیف بوده هیچ قدرتی توش نبوده پس این ریزشه تایید شده برای من که استاپ شده با این میله های زرد اون روند ریزشی قبلی که بوده استاپ شده این برای من تا اینجا تایید شده درسته حالا من زوم میکنم که بریم ببینیم بیشتر تو جزئیاتش اتفاقی افتاده من اینو باز میکنم قشنگ چارت دیده بشه اینجا میله های زرد داشتیم درسته پس اینجا ما یک سطحی رو داریم که فروشی مشخص شده اینجا یا معامله گرا تسویه کردن یا به قول معروف یک اوردر بلاکی وجود داره یا یک گره معاملاتی وجود داره هر چیزی که هست این داره به من دیواره رنگ زرد میگه اینجا تهشه این ریختنه بعدش هم که بازار خیلی ضعیف شده نشون میده که این کندل هایی که وجود دارن توش نقدینگی خیلی کمی بوده و خیلیشون اصلا لیز خوردن یعنی به خاطر خرید فروش زیاد
نبوده و مثلا این بالا 2 نفر سل زدن، قیمت یه ریخت پایین. چرا؟ چون هیچ فروشنده اینجا تو کار نبود. حالا دوستانی که با ولیوم تریدینگ و اینا کار میکنن و دیتای داخل کندلا رو میبینن کامل میدونن که من دارم در چی صحبت میکنم. حالا از اون قشنگترش چیه؟ زمانیه که این کندل ریزشی بزرگ رو نگاه کنید شما. این کندلو از قبلی ها همه بزرگتره تو تایم خودش، از قبلی ها همه بزرگتره. توی اسیلاتور پایینم توی ضعیف‌ترین حالت، یعنی تو پایین‌ترین حالت اومده یک کندل خیلی بزرگ ساخته. این خودش ایگپه، یعنی توش هیچ معامله‌ای وجود نداره. این بالا یه نفر تو اون تایم اومده یه سلی زده مثلا، هیچ خریداری نبوده، قیمت اقل لیز خورده تا اومده رسیده پایین. تا کجا رسیده پایین؟ و این سطح مهمی که اندیکاتور برامون رسم کرده، یک سطح خیلی مهم. توی یک اندیکاتور رسم کنن به شدت مهم است. خب این چی شد؟ من اینجا داشتم که این آخر روند بوده، این هم ایگپ یا فشار نهایی یا اون مگنتی که به یک سطح مهم میخوره، هر اسمی براش بذارین درسته، به اون بوده. درست. پس همه چی اینجا داره جور در میاد که من وارد خلاف روند بشم و افزایش قیمت رو بگیرم تو کفترین حالت. و چون تو کفترین حالت بود و حسابمون پول مارجین بود دیگه، تا اونجا که بهمون اجازه میداد زدیم و دولت رو ازش گرفتیم که بیشترین سود رو داشته باشیم. این اتفاق هر روز میفته، اما نه اینکه این هر روز به اینطوری روش کار کنیم، این دیگه میشه قمار. حالا ما یه بار داریم این کارو میکنیم. حالا استاپو چرا گذاشتی اونجا؟ نگاه کنیم اندیکاتور ما سطح‌های زرد رسم میکنه و سطح‌های قهوه‌ای. نقطه چینه قهوه‌ای، این خط چینه‌های قهوه‌ای سطوح مهمتری هستن که مربوط به تایم فریم های بالاترن، که هر چی تایم فریم میره بالاتر خب دقیق‌تر میشه سطوح دیگه. نگاه کن الان من یه سطح اینجا دارم، یه سطح اینجا دارم، نه تقریبا نزدیک به همه. من استاپ لاس هم میام پشتش میذارم، یه جای ایمن میذارم که اگه باز خواست یه اصلاحی بده به این یکی سطح هم بی دلیل استاپ من نخوره. پس الان من یک استاپی دارم که به شدت بهینه هستش و جای درستی، چون اگه بیاد اصلاح بده اینم بهش کنه ممکن اصلا از زیر بریزه دیگه، اصلا اون سناریو و اون فکری که من دارم خود افزایش بده کنه اصلا کلا منتفی بشه. خب این شد که ما وارد پوزیشن بای شدیم. حالا تیپیمون رو کجا گذاشتیم؟ چیزی که تریدینگ ویو پیشنهاد داده بود 41 44 بود تو تایم 5 دقیقه‌ای. بالاتنا کنید 3 تا تیپی پیشنهاد داده که 41 44 دورترینشه. من کجا گذاشتم تیپیمو؟ بزنم نگید 41 44 40 83 گذاشتم. یک مقدار از دورترین تیپی که اون پیشنهاد داده باز نزدیکتر گذاشتم. چرا؟ من الان اینو جمعش کنم میبینیم که این بالا من یک سطحی دارم، سطح همین خدچین زرد که اندیکاتور تشخیص داده که میتونه مانع من باشه. من قبلش میام میذارم تیپیمو یه جای ایمنتر که راحتتر بهش بخوره و منتظر نباشیم که بیاد تا نزدیکاش برگرده بگیم این همه مسیر رو گرفتیم کلی سود گرفتیم اما برگشت و به تیپیمون نخورد. چرا؟ چون با توجه به بک تست هایی که داشتیم و کلی اکتی توی تلگرام گذاشتم و فیلم قبلی که توضیح دادم، من همیشه میگم جاهایی که کمبود سطوح وجود داره توسط اندیکاتور، ناکن یه سطح اینجا تشخیص داده دیگه هیچ سطحی رو تشخیص نداده تا اینجا، میگم اینجا مثل اتوبان میمونه، یعنی هیچ مانعی تشخیص نداده برای قیمت. و اگر بیاد اینو بشکنه یه پولبکی بهش بزنه یا اصلا پولبک بهش نزنه، بستگی داره که قدرت بازار تو اون تایم چجوری باشه، ممکنه که خیلی راحت خودش رو تا این سطح بالایی هم برسونه. اما اینجا ممکنه باز بیاد یه واکنشی بوده بریزه بیاد بالا بره بالا، اینا دیگه این سطح مهممونه دیگه، سطح مقاومتیمونه. من پشتش میذارم که راحت تر سودمو بتونم بگیرم. حالا توی مسیر این دو تا سطح هم دارم که احتمالاً میشه یه گره معاملاتی پولبکی بهش بزنه و همچین چیزی بشه، یعنی یه واکنش بالا واکنش پایین، یه همچین روند که الان کشیدم و ممکنه که پیش بیاره. قطعیتی نداریم دیگه، پیشگو نیستیم که، اما خب چیزی که تو چارت دیدیم دائما میتونه همچین چیزی هم ببینیم. بعدش چی میشه؟ بعدش دیگه میریم بالا وارد سطوح‌های خیلی مهم میشیم که اصلا اینجا ممکنه که یه مدتی اصلا بازار بیاد رنج بزنه، چون سطوح مهممون خیلی زیاده. اینجا کف سطوح بوده، این وسط یه گپ خیلی خوبی هست که میتونیم یک رشد خوبی رو توی قیمت ازش بگیریم. که باز من برم اونور یادم رفت چند بود، این 41 44 ببینم 41 44ش کجا میشه. باز یک سطح دیگه سر راهمون هست 41 44.
دقیقاً اومده روی این سطح قهوه‌ای که اینجا وجود داره، یعنی مربوط به تایم‌های بالاتر اندیکاتور هست، تریدینگ ویو تشخیص داده، گفته میتونی اینجا هم بذاری این تیپی سوم تو، یعنی دورترین تیپی تو، که ما دیگه فکر کنم وسطش داریم پیاده میشیم دیگه، حدود 60%شون پیش میریم. میتونیم تیپی اون رو اینجا بذاریم، اینجا بذاریم، اینجا بذاریم. اما من چون فول مارجین وارد شدم و تا اینجا یه سود خیلی زیادی قراره بده، همینجا هم میتونم ازش پیاده بشم. یعنی که تا اینجا اومد مثلا شما نصف حجم خارج بشین دیگه. مدیریت پوزیشن و مدیریت سرمایه اون تریدیه که دارید دیگه با توجه به استراتژی خودتون میتونید انجام بدید. من کلا میخوام اینجا از این ترید خارج بشم. اینا کوچیک. خب حالا فیلم رو نگه می‌داریم تا ببینیم نتیجه به کجا میرسه و ببینیم که آیا اون سناریوی ریزشی که تریدینگ ویو این بالا بر ما پیش بینی کرد، که اومد و گفت از 5 تا چیزی که بررسی کرده 3 تاش داره میگه بفروش و اصلا موقعیت خوبی رو برای خرید ندید، این درست میگه، یا چیزی که ما بر اساس سیگنال های SSP که روی متا تریدر به دست آوردیم درست بوده؟ ببینیم کدومش درست بوده و روی کدومش حساب بکنیم. اصلا میشه فعلا روی هوش مصنوعی حساب کرد یا نه. حالا این چیز هستش، تریدینگ ویو که مجبوره یه چیزی بهمون بگه و برامون استاپ و تیپی رسم کنه. من تو هوش مصنوعی دیگه هم تست کردم، کلا میان دو جهته میگن اگه اینطوری شه میتونی بخری، اگه اینطوری بشه میتونی بفروشی. کلا از اینکه به شما یک پوزیشن بدن تفره میرن و هیچ موقعیتی رو برای شما رسم نمیکنم، اصلا به شما هیچ دیتایی نمیدن. مگه که شرایط خیلی خوب باشه و یک ترند قوی باشه که یه چیزی بهتون بگن. من معمولا میام تستشون میکنم، همیشه تپه میرن و این به قول معروف چرت و پرت میگن. خب من این فیلم نگه هم دارم که ببینیم به کجا میرسه. خب حالا تو همین مسیر من یه نکته هم خدمتتون بگم. میتونین برای اینکه ریسک حالا کمتری بخواین انجام بدین صبر کنین تا قیمت افزایشش رو پیدا کنه و اندیکاتور سیگنال های بایش رو بده، با همون سیگنال ها به وارد بشین. مثلا نگاه کنید توی قسمت قبلی که ریزش اتفاق افتاده، اندیکاتور سیگنال سل داده، تی پی مشخص کرده، داده، تی پی هاشو مشخص کرده، همینطور پشت سر هم سیگنال سل داده، اینجا سیگنال های سلش رو داده و همین اتفاق افتاده که سیگنال های سلی که داده همه به سود خودشون رسیدن، که آخریش میشه سیگنالی که اینجا وجود داشته، آخرین سیگنال سلی که داده و تیپیشو گرفته، که ما میگیم برای دوستانی که حالا تجربه کمتری دارن زیر مووینگ اوریج وارد پوزیشن های سل بشین، بالای مووینگ اوریج وارد پوزیشن های بای بشین، در صورتی که قبلش تمام تحلیلاتون رو مثل همین که داشتیم تحلیل می‌کردیم انجام داده باشیم و بدون این روند به کدوم سمت. نه اینطوری این چشم بسته بیاین وارد پوزیشن سل و بای بشین، نه، باید این روند تشخیص بدین، تحلیل‌های خودتون داشته باشین، استراتژی خودتون داشته باشین، فقط از این سیگنال هایی که میده در جهت دیدگاه خودتون استفاده کنید. مثلا ما اینجا میدونستیم که خاطر بریزه دیگه همه سلا رو میمدیم میگه، یا اینجا میدونستیم تای رونده میتونستیم بگیریم، یا البته اینجا اسیلاتور رو پایین صفحه نتونستیم تشخیص بده. این سیگنال هایی که روی صفحه هست آخرین چیزی هست که شما باید بهش توجه بکنید. حالا یه سری دوستان هم البته چون میندازن رو چارت میان اون با اون سیگنال وارد میشن و استاپش هم میخورن و میگن چرا کار نکرد. چون همیشه داره میگیم آخرین چیزی هست که باید بهش توجه کنی، قبلش باید تمام تحلیلاتون رو داشته باشین. خب دوستان اینجا یه سیگنال خیلی خوب دیگه داریم که برگشت قیمت رو بهمون نشون میده، که من کمتر دربارش صحبت کردم تو فیلم‌های قبلی گفتم، حالا از دوستان که توجه نکردن اینجا بهتون میگم. نگاه کنیم اینجا یک سیگنال سل به ما داد، تیپیشو گذاشت اینجا، یه سیگنال سل هم بلافاصله بعدش داد، تیپیشو گذاشت اینجا. دو تا سیگنال سل پشت سر هم افتاد. دقیقا کجا؟ زمانی که بازار خیلی ضعیف است. اینجا ایگپ رو تشخیص داده بودیم و اینجا میلای زرد هم داشتیم. این وقتی که دو سه تا سیگنال سل پشت سر هم میفته، یا فرق نمیکنه اگه روند سعودی باشه دو تا سیگنال بای، یعنی منظورم این هستش که اگر توی اون روندی که داریم در جهت اون روند آخر روندی که تشخیص دادین سیگنال های همجهت خورد، فکرم زیاد پیچیده شد حرفی که زدم. نکن فروش اینجا ریزش داشتیم دیگه، درسته؟ ته ریزش هم تشخیص دادیم.
اینجا اما هی داره میاد سیگنال سل بهمون میده، یعنی بفروش بفروش بفروش. این سیگنال خودش داره ایگپ رو نشون میده، فشار نهایی رو داره نشون میده و نباید این سیگنال رو بگیریم. میاد الان استاپش رو میزنه. نگاه کنین، اگر ابتدای روند باشه مثل اینجا، نگاه کنین این اینجا قلمون رو داشتیم اومده ابتدای روند ریزشی بوده، سل 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 سل. این یعنی چی؟ یعنی داره اسپایک میزنه در جهت ریختن و فشار فروش رو نشون میده، داره فشار رو نشون میده. اما اینجا وقتی آخر روند دوباره میاد پشت سرم دو تا سیگنال سل میده، این یعنی ایگرفت داره فشار نهایی رو نشونه و اینو نباید شما بگیرید. این کجاست؟ این زمانیه که دوستان میگن خب روند فروشی هیچ سطح و سطوح و هیچ استراتژی شخصی رو نمیان قبلش بررسی کنن، نمیان چارتشون رو تحلیل کنن، میگن سیگنال سل میخرن، استاپ میکنن و میگن چرا استاپ شد؟ پس این سیگنال زیر مووینگ اوریج بودیم گرفتیم، چرا استاپ شد؟ و میان ناراحت هستن. وقتی که شما تحلیل درستی نداشته باشین و به نکات توجه نکنید، قطعا استاپش هم خواهید خورد. پس چی شد؟ زمانی که ابتدای روند پشت سر هم سیگنال میگیرین داره فشار اون روند جدید رو بهتون نشون میده. وقتی که آخر روند و زمانی که از روند گذشته یک مقداری و داریم به چشم اینه که یه روند ریزشی قبل داشتیم دوباره شروع میکنه سیگنال های قوی دادن، مخصوصا زمانی که این پایین اسیلاتور قرمز یعنی هیچ خریداری وجود نداره، این یعنی که اینجا هیچ خبری نیست و دیگه نباید یعنی سیگنال ها رو بگیریم و این فشار نهایی هستش و خالی بودن بازار رو داره بهتون نشون میده. لطفا به این نکاتی که میگم حتما توجه بکنید. خب دوستان نگاه کنید، همینجا دوباره یک سیگنال سل دیگه هم داد. نگاه کنید توی همین محدوده 3 تا سیگنال صادر شد. مثلا این منظوم کنم که بهتر ببینید شما. و این سیگنال ها همونطور که گفتم باز دارم تکرار میکنم، زمانی که این پایین میلای قرمز و ضعیف داریم، یه موقع است میلای قرمز داریم هم بلند، اما خیلی ضعیف و کوتاه هست، یکی دو تا، این هم یه دونه دیگه داد، هیچ کدوم نیومد پایین، یعنی حتی یک پیپ هم از این سیگنالی که داد پایینتر نیومد، برگشت همین الان استاپ همشون رو زد، داره حمله میکنه به مووینگ اوریج که بشکنش و افزایش قیمت رو داشته باشیم. پس سیگنال های پشت سر هم که انتهای روند ایجاد میشه خیلی به ما خوب نشون میده که چه اتفاقی قراره روی چارتمون بیفته و سیگنال های قبلی رو میاد برامون تایید میکنه، مثل این کف، این میله های زرد و این ایگپی که اینجا داشتیم. همه رو هی من تکرار میکنم که فراموش نکنید. خب دوستان یه چند ساعتی چارت رو به حال خودش رها کردیم، بریم ببینیم که چه اتفاقی افتاده. چیزی که داریم می‌بینیم اینه که یه سیگنال بای داده بالای مووینگ اوریج که اومده تیپیش هم خورده. من یه مقدار زوم میکنم که البته من پای چارت نبودم نگرفتمش دیگه، فقط سیگنالی که داده رو می‌بینم. نگاه کنید قیمت وقتی که مووینگ اوریج رو شکونده و ردش کرده یه پول بک زده به خود مووینگ اوریج همونجا که می‌بینین و داره سیگنال های خریدش رو میده که وقتی که سیگنال خرید رو داده اندیکاتورمون اینجا به نقطه ورودش بوده، استاپش رو این زیر پیشنهاد داده، این نقطه سبز هم تیپی پیشنهادیش بوده که حدود چقدر بهمون بوده؟ حدود 570 تا 540 تا 40 پوینت سودش بوده که حالا دیگه نبودیم بگیریمش. نکنین باز تکرار میکنم تا زمانی که زیر مووینگ اوریج هست برای دوستانی که تجربه کمتری دارن وارد پوزیشن های سل بشین، وقتی که میره بالای مووینگ اوریج بهتر که وارد پوزیشن های بای بشین. اگه هم که مثل همینجا ما تحلیل داشتین، تحلیل تونستین تحلیل بکنیم به سطوح اینا، همین زیر ما خودمون زیر مووینگ اوریج وارد پوزیشن بای شدیم دیگه، میتونین اینطوری ریورسش رو بگیرین، یعنی برگشتش رو بگیرین. حالا یه مقدار دیگه صبر میکنیم که تکلیف قیمت هم با این دوتا سطحی که اینجا داریم مشخص بشه، ببینیم چه واکنشی بهش نشون میده که حالا ادامه روند داشته باشیم. فعلا که تیپیمون همونجا حدود تیپی 6.5 هست، من حتی آبی هم میندازم که بدونیم این سطح داریم صحبت میکنیم و منتظر این سطح هستیم ببینیم که به چه صورت میشه. حالا توی این مسیر هر چی سیگنال بایی بده میتونیم بگیریم. بعد اگه دقت هم کرده باشین نکته بعدی که بخوام بهتون بگم اینه که میله هایی که پایین صفحه هست هم داره رنگش عوض میشه و از اون قرمزی در میاد. سبز بهترین موقعیت برای خرید هست، یعنی که زمانی که این سیگنال ظاهر شده
سبز بوده. وقتی سبز بوده احتمال موفقیت سیگنال ها بیشتر هستش، بهتر تو اون شرایط بگیریم. نکنین الان سیگنال سلی که اینجا داد بالای مووینگ اوریج بود و اصلا با دیدگاه ما هم خونی نداره، نمیگیریمش، چون اگه میگرفتیمش الان استاپ میخورد و اینجا اصلا جای سل گرفتن نیست، چون رفتیم بالای مووینگ اوریج. قیمت هم که سیخکی نمیره بالا، هی اصلاح میده، هی خودش رو به مووینگ اوریج میزنه و به این شکل میره. مخصوصا تو تایمی که الان هستیم. حالا اگه مثلا تایم خبری باشه یا اینکه مثلا یک بازاری باشه، مخصوصا بازار نیویورک، ممکنه که یه جهش و یک اسپایکی داشته باشه، اما الان زمان خاصی نیست، ساعت دو ظهر به وقت ایران و این بازار خاصی هم باز نمیشه. احتمالاً باز سیگنال داشته باشیم در جهت خرید، میتونیم باهاش پیش بریم. من چون خودم اون پایین پول مارجین وارد شدم تقریبا و یک حجم زیادی رو درگیر کردم، $2 وارد شدم، دیگه این ریزه‌هاشو نمیگیرم، دیگه همین مستقیم میگیرم تا پی پی اصلیمون. حالا اگه اونو نگرفته بودین شما خواستین مثلا همون 2% رو ریسک کنین، مثلا 2% اینجا ریسک می‌کردین، سیو سود می‌کردین، به وقتی که به تیپی خورد سیگنال بعدی که داد 2% وارد میشین، تیپیشو میگیرین، پله به پله پیش میرین که هم مدیر از سرمایه‌تون به هم نریزه، هم سودهای پله‌ای بتونین بگیرین. یعنی هی سیو کنین بعد وارد پوزیشن بعدی بشین، هی سیو سود کنین وارد پوزیشن بعدی بشین. اینطوری یواش یواش حسابتون رو رشد بدین. مخصوصا دوستانی که پرا پاس میکنن، اینطوری پله‌ای پاس کردن، این پله‌ای سود گرفتن خیلی براشون بهتر هستش. یعنی اینکه با یه ریسک خیلی کم پایین وارد بشین، مثلا با 0.5%، دیگه من وارد چیز نمیشم، مدیر سرمایه شما نمیشم که دخالت کنم، مثلا با 1% کم وارد بشین که مثلا وارد سود زیادی شو بدین، که از اون طرف هم یهو 70% پراپتون پاس نشه که دیگه بخواد شرکت بهتون ایراد بگیره بگه زیاد سود کردین. این داستانه که حالا هست شرکت بهتره. من فیلم رو فعلا باز نگه میدارم. فقط اینجا من درباره این کندل صحبت بکنم. نگاه کنین، من اینو قشنگ‌تر بیارم بهتون نشون بدم، الان احتمالاً اونجا هم داستان. این نگاه کنین، این کندل بزرگ رو نگاه کنین. ما گفتیم خالیه چون این میله‌ای که این پایین داشتیم قرمز بود. الان معادل همین اینجا یک کندل سبز داریم تو همون ارتفاع، اما میله سبز داره. این یعنی چی؟ یعنی توش خرید و فروش انجام شده. این میشه فشار خرید، این میشه فشار در جهتی که کندل ساخته شده. این فشار در جهتی که کندل ساخته شده نیست چون خالیه. این اسیلاتور پایین اینطوری بهتون کمک میکنه که بفهمین یک کندل اعتبار دارد یا ندارد. همینجا داریم میبینید. نکنید همین کندل سبز اینجا هم باز خالی بوده که دوباره برگشته تا کفش هم حتی قیمت رسیده. نکنید باز یه پولبکی داشته به کف و این کندل خالی بوده که تونسته باز لیز بخوره، قیمت بیاد پایین دیگه. همین اتفاق افتاده تا زمانی که مووینگ اوریج شکسته شده و این کندل اصلی ما توی این محدوده میشه این کندل جهشی ما در جهت خریدمون. امیدوارم که دوستان وقت بذارن فیلم ها رو ببینن که این نکات رو همه رو استفاده بکنن. خب همینجا یه سیگنال دیگه داده، اندیکاتورمون نقطه ورودمون همینجاست، تیپی که برای مشخص کرده اینجاست، استاپ پیشنهادی هم اینجا. حالا من یه مقدار زوم کنم که ببینیم، شرایطش هم با هم بررسی بکنیم. استاپ میشه زیر خط آبی، فاصلش با مووینگ اوریج خوب هست، میتونه معتبر باشه. میله های اسیلاتورمون سبز، قدرت خوبی توش هست. تیپی اون هم بالا. تنها مانعی که داریم این دوتا سطحیه که سر رامونه که باید ببینیم واکنش به چجوریه، که احتمالاً چون دیدگاه کلیمون روی افزایش قیمته احتمالاً میاد بالشه پولبک میزنه میره و تو همین بالا اومدنه شاید تیپیمون هم بزنه. یک سیگنال خوبی میتونه باشه در جهت دیدگاهمون. حالا این میله نارنجی چیه؟ میله نارنجی کی ظاهر شده؟ این هم همینجا توضیح بدم. میله نارنجی زمانی که قیمت اینجا بوده در حدی بوده میله های نارنجی که یک اصلاح به سمت مووینگ اوریج فقط بزنه. این فرق میله های نارنجی با زرد توی این روند و ابتدای روند به این صورته، فقط در حد اصلاح به سمت مووینگ اوریج هستش. پس این میله نارنجی با زرد رو تفکیک کنیم. زرد برگشت روند احتمال خیلی زیاد نشون میده، اما نارنجی که اینطوری بعد دو سه تا کندل هم برمیگرده دوباره تو سبز، در حد اصلاح به مووینگ اوریج یا سطوح مهمه. مثلا ممکنه که قیمت به اینجاها برسه دوباره نارنجی بشه برای اینکه فقط یه پولبکی به سطوح بزنه. این یعنی احتمال بیشترش نه 100% و همیشگی نیست، احتمال موفقیتش تو این چیزی که دارم میگم بیشتر.
خب این هم ما اصلا یه پوزیشن خرید در نظر میگیریم. من یه حجم خیلی کم وارد میشم که فقط این سیگنال رو بگیریم که در باش صحبت بکنیم. اگه اجازه بده ماجونمون، من اینو استاپشو میذارم این زیر، تیپیش هم میذارم رو همین سبزه. توی مسیر یه دونه سیگنال هم که بگیریم ببینیم که به چه صورت میشه. خب یه نکته دیگه هم که اینجا وجود داره اینه که هر سیگنالی که داره میده اندیکاتور ما یه خط زرد هم روش میکشه. این خط زرد میشه نقطه بهینه ورود که به شما ریسک و ریوارد بیشتری میده. الان نگاه کنید داره قیمت اسلام میزنه و میریزه. اگه بیاد به این خط زرد برسه، من میتونم اینجا بیام پندینگ بذارم روی همین دقیقا خط زردی که برام رسم کرده این اندیکاتور. این میشه نقطه ورود دوم و بهینمون که باعث میشه اگه اصلاح بده و این پندینگ رو فعال بکنه، این پوزیشنمون هم باز بشه، این به من ریسک و ریوارد بهتری بده. ناکن با توجه به استاپی که گذاشتم دیگه، وقتی این فعال بشه به من ریسک و ریوارد 2.5 رو راحت میده. پس این هم دوستان میپرسن این خط زرد چیه وسط سیگنال ها میفته. ناکن مثلا اینجا هم داشته، وقتی سیگنال صادر شده یه شادو زده، اینا فعال میکرده، بعد اومده تیپیشو داده سیگنال قبلی که به ما ریسک و ریوارد چند رو میداده اگه مثلا پای سیستم بودیم و میگرفتیمش. این هم 2.5 رو بهمون میداده. پس ریسک و ریوارد پوزیشن ها به این صورت میتونه افزایش هم پیدا کنه که حالا تو جهت سل هم همین اتفاق افتاده. اگه بریم بررسی بکنیم مثلا مثل اینجا به ما ریسک و ریوارد چند میداده، این نزدیک به 2 میداده. معمولا 2 اینا میده. اگه بازار خیلی قوی باشه حتی میتونه عدد بیشتری هم بهمون بده، تا 4-5 هم معمولا من دیدم که میده. اما دو ریسک و ریوارد 2 رو اکثرا میده اگه بیاد و فعالش کنه. حالا ببینیم توی این موقعیت این فعال میشه یا نه. اینا میارم بالا که ببینیم سه تا پوزیشن میشه اگه فعال بشه. این نکته هم خواستم بگم که درباره نقطه ورود بهینه سیگنال ها هستش. خب متاسفانه موفق نشد بیاد این پندینگ ما رو فعلا فعال بکنه. این تا زمانی که این 80-90% این پوزیشن رو بره من میذارم باشه، بعدش دیگه کلا این سیگنال اکسپایر میشه دیگه، بعد این پندینگ رو حذفش کنیم. اینطوری نیست که الان بذاریم 2 روز دیگه بیاد بهش بخوره، نه. تا زمان این اعتبار داره این پندینگی که اینجا میذارین که این تیپی تاچ بشه. به محض اینکه این تیپی بیاد تاچ بشه این پندینگ دیگه فاقد اعتباره و باید حذفش کنیم. یعنی این سیگنال کارشو کلا انجام داده، هر کاری که می‌خواسته بکنه و دیگه تموم شده، تاریخ انقضاش گذشته و باید اینو دستی بیاین حذفش کنیم. الان هم نگاه کنیم این سطح بالایی چقدر دقیقاً کار خوش رو انجام داده. قیمت اومده بهش رسیده، با یه شادو واکنش نشون داد، اومد یه پول بک زد، الان باز میخواد باش درگیر شه. اگه بشکونش اینجا به این شکل خواهد شد و ببینید که باز اندیکاتور چه سطح دقیقی رو برامون اینجا رسم کرده. حالا ببینیم واکنشش با بعدی چجوریه. و همینجا بگم که یادتون نره که اول فیلم هوش مصنوعی که یکی از بهترین هوش مصنوعی بود، مال خود تریلینگ ویو هم بود، به ما گفت که اصلا به فای فکر نکن و یک روند ریزشی قوی داریم که اینی که اینجا باز اندیکاتور SSB ما روی اونم کم کرد خوشبختانه. خب دوستان همونطور که می‌بینین با قدرت داره حرکت میکنه به سمت بالا و نکنین حدود 90% این پوزیشن رو رفت. من این پندینگ رو دیگه غیر فعالش میکنم، دیگه حذفش میکنم، راست کلیک میکنم روش دیلیت میکنم چون فعال نشد دیگه و عملا اون کاری که باید میکرد و نکرد و چند پیپ کم آورد. نکنید چقدر 32 پوینت کم آورد که بیاد فعالش بکنه. البته بعد چیزام اسپرد هم در نظر بگیر و فعال نشه، وگرنه یه ریسک و ریوارد خیلی خوبی میگرفتیم. اشکال نداره، همون پوزیشن اصلی رو گرفتیم. برای اینه که من میگم اگه میخواین رو کل این پوزیشن 2% مثلا ریسک کنین، 1%ش رو با سیگنال اصلی یعنی همون لحظه که میده بگیرین، 1%ش اینجا پندینگ بذارین که میانگینش رو مثلا سود خوب بگیرین. اینطوری نه سیگنال اصلی رو از دست میدین، نه اون پندینگ رو از دست میدین، یعنی نقطه ورود دوم که بین تر هست رو از دست میدین. جفتش رو میتونین بگیرین، مدیریت سرمایه‌تون براش میمونه. یعنی نصفش رو با سیگنال اصلی، نصفش هم با سیگنال دوم بگیرین که الان برای ما سیگنال دوم مثلا فعال نشد. قدرت بازار زیادتر از چیزی بود که
فکر میکردیم. این پایین هنوز میله ها سبزه. اگه اینجا سیگنال بده باز میشه گرفتش، چون این سطح اول رو خوب شیکوند، توی وضعیت سبز شیکوندش. این کندل پری هست داره میزنه. ناکنید همش در واقع احتمالات داریم صحبت میکنیم و 100% نیست. اینم که احتمالاً پیش دیگه میخوره دیگه، بیشترش اومده. یه مقدار صبر کنیم ببینیم کندل بستش چی میشه. این قابلیت هم که اینجا هست مربوط به همون اکسپرت مدیر از سرمایه‌مون هست که فیلمش رو جدا گذاشتیم، که حالا تو قسمت تایمش میاد به ما میگه که هر کندل مثلا 1 دقیقه، 5 دقیقه، 15 دقیقه چند ثانیه دیگه بسته میشه. مثلا کندل 4 ساعته من 2 ساعت دیگه بسته میشه. این به من نشون میده که صبر کنم تا زمانی که کندل بسته میشه. من دارم الان تو تایم فریم 5 دقیقه‌ای کار میکنم و برام مهمه که تایم فریم 5 دقیقه بسته شه. 20 ثانیه دیگه کندل 5 دقیقه من بسته میشه. پس صبر میکنم 20 ثانیه تا ببینم که چه اتفاقی میفته. بعد تصمیم گیری میکنم برای ورود و خروج هام و مدیریت پوزیشن هام که خیلی میتونه بهتون کمک بکنه. خب همینجا یه سیگنال دیگه داد اندیکاتور، همونطور که میبینیم. من یه پله دیگه اینجا وارد میشم چون شرایط رو خوب میبینم. فعلا اومد 2 تا سطح مهمه اون رو رد کرد. تیپیشو میذارم رو تیپی که خودش داده، استاپش هم میذارم پایینتر از استاپی که خودش مشخص کرده. الان میشه این تیپی پوزیشن قبلی هم آپدیت کرد به تیپی جدیدا. اما من میخوام اینکه شما عادت کنین پله به پله سودو بگیرین، این بخوره بسته بشه سودش سیو بشه، میریم بعدی هم برای خودش. حالا اگه دوست داشتین و خیلی دیدگاهتون قوی بود، مثلا الان که ما داریم مثلا تیپمون رو گذاشتیم متحولا، میتونیم مثلا اینو به این آپدیت هم بکنیم. چرا؟ چون سطح سطوح اصلیمون رو داره رد میکنه دیگه، داره میشکونه و میتونیم حتی این تیپی هم بیایم آپدیتش کنیم. اما من میخوام الان بخوره که ببینید شما. خب این الان بسته شد. پس تیپی پوزیشن قبلا بسته شد. توی این مسیر یه سیگنال اینجا داشت که پای چارت نبودیم نگرفتیمش، یه دونه اینجا بود که الان همین الان تیپیش خورد، یکی دیگه هم که الان وارد شدیم. 3 تا سیگنال بای داره که میبینیم که داره با چه قدرتی به سمتش حرکت میکنه. پس این که دیدگاهتون رو از ابتدا درست بچینین و در اون جهت این سیگنال های اندیکاتور بگیریم مهمه. و میبینین که آخرین چیزی هست که من دارم ازش استفاده میکنم این سیگنال هایی که میده. قبلش تمام محاسبات و سطوح و دیدگاه رو بررسی کردیم. نه همون اول روز که میشین پا چارت بگین ابایی وارد پوزیشن شیم بعد استاپ بخورین. آخرین چیزی که بعد استفاده کنین این سیگنال هایی هست که اندیکاتور بهتون میده. و سطوح و اون حال ترن لاین اینا رو من الان غیر فعال کردم. اون کانال هایی که بهمون میده رو غیر فعال کردم که چارت شلوغ نباشه برای دوستانی که آشنا نیستن با این سیستم. اونا رو همه رو بررسی کنیم بعد این از این سیگنال ها استفاده کنیم. حالا همینجا میتونیم پندینگ هم بذاریم دوباره رو همین خط زردش، که اگه بذاریم پندینگشو و برگرده به ما ریسک ریوارد یک باز به 2.5 رو بهمون میده که الان خیلی قدرت تو بازار زیاده دیگه، اصلا فکر نکنم برگرده بهش. این 2 تا سطح هم سر راهمون هست، فوقش بخواد یه پولبکی به این سطوح بده احتمالاً این ضربه نخوره. حالا من میذارمش به عنوان حالت نمادین که شما بدونین. یه دونه بای لیمیت اینجا کاشتم که اگه اومد فعالش کرد بعدش استاپ و تیپیشو بذارم که ریسک ریوارد بهتری بگیریم ازش. اما اگه قیمت بیاد بالاتر مثلا به این حدودا برسه من دیگه اینو برش میدارم دیگه، چون حالا دیگه این سیگنال کارشو انجام بده. و باز هم توجه کنید این سودهایی که داریم اینجا میگیریم همون ضررهایی که افرادی که با هوش مصنوعی اینجا سل گرفتن دارن به ما میدن. اینجا سلاشون رو گرفتن، استاپاشون به ترتیب اینجا گذاشتن، ما داریم به ترتیب استاپای اونا رو شکار میکنیم و سودش رو ازشون میگیریم. این فرق کار کردن با اندیکاتور قوی مثل SSP هست که ما طراحی کردیم با اینکه بریم تو هوش مصنوعی یه خط بنویسیم و توقع سود داشته باشیم. خب خیلی کندل قوی داره میزنه. من این پندینگمو پاک میکنم دیگه، کارش انجام نمیده که این همه اسلگی بخواد بزنه که میاد استفاده کنه، چون دیگه 80-90% اون مسیری که باید میرفت و رفت به این تیپی برسه. اینجا مثلا من میگم معمولا اگر فاصله زیاد باشه که اینجا کمه، تو 5 دقیقه هستیم، مثلا تایمای بالاتر باشه فاصله زیاد باشه اینجا اصلا جای خوبی هست که همین پوزیشن هم بریم فری بکنیم. اما چون نزدیک 100 هستیم شاید به پول بک بده اینطوری فعلا فریش نمی‌کنم، جای مناسبی برای فری نیست. میگم اگه این پایین وارد شده بودیم اونور اینجا اون موقع فریش می‌کردم. این مقدار دیگه صبر کنیم. خب همینجا یه سیگنال خرید دیگه هم داد. می‌بینید تیپیشو گذاشته این بالا. این هم من وارد میشم.
چرا؟ چون استاپش باز میفته این پشت. اینجا این نکته هم بهتون بگم، این نکته رو من یادم رفت قبلا بهتون بگم. زمانی که الان اول روند صعودیمون هستیم دیگه، وقتی دو تا سیگنال پشت سر هم میخوره و پشت سر هم سیگنال میده، این نشون دهنده اسپایک هست، یعنی یه قدرتی که برای افزایش قیمت هست دیگه. و الان که بلافاصله دو تا سیگنال بای پشت سر هم داریم، می‌بینین اینجا دو تا پشت سر هم داریم، استاپ این پوزیشن جدیده هم میشه پشت قبلی. یعنی اگه اینجا 3 تا هم داد، استاپ این جدیده هم میشه پایین این قبلی. دورترین حالت باید چیزشو بذاریم، استاپشو بذاریم. این نکتهشه. شاید ریسک ریواردش به هم بریزه، اما اینجا ایمنتری هست. این تیپیش هم میذارم همونجوری که خود اندیکاتور بهم پیشنهاد داده. این خط سبز دورش خط بکشم بهتر ببینیم. نکنین استاپ پیشنهادی خودش اینجاست، اما چون دو تا پشت سر هم داریم، استاپ ما پشت پایینی میذاریم. اگه بعدی هم حتی سیگنال بده، باز استاپش اینجا میشه. توی اسپایک ها باید اینطوری استاپ بذاریم. ریسک ریوارد به هم میریزه. درسته، قبول دارم، درصد موفقیتش بالاتره. حالا اینجا استثنا، چون این دو تا سطح سر راهمون داریم، میتونیم اینجا هم بذاریم که ریسک ریوارد رعایت بشه و خوشتون بیاد. اما خب تو شرایط دیگه که مثلا اینطوری سر راهمون نداریم، این اصول رو رعایت کنیم حتما که پشت دورترین حالت بذاریم. الان نگاه کنین، یه نکته دیگه ای که هست، میله‌های نارنجی داریم روی این کندل. میله‌های نارنجی داریم، پس باید احتمال اینو بدیم که نیاز به اصلاح هم داشته باشه قیمت به این سطوح. فاصله‌ش هم داره هم مووینگ اوریج دور میشه. برای همین استاپ رو این پایین میذاریم که جای ایمن تر باشه. پس باز هم استاپ باید پایین تر بذاریم. خب تی پی این یکی پوزیشنمون هم خورد. خب دو تا تی پی رو تو لایف با هم دیگه دیدیم که خورد. این میله‌های نارنجی الان داره به من میگه که سیگنال بعدی اگه داد نگیرم، یا اگه میگیرم باید استاپش این زیر بذارم، چون نیاز به رفع خستگی داره یه جورای قیمت که برگرده حداقل به این سطوح و مووینگ اوریج هم ثبت کنه که بهش برسه. احتمالش میدیم و 100% همیشگی نیست. احتمال این با توجه به نشونه‌ای که داریم، این احتمال رو باید بدیم. خب ببین این دوستان، یه سیگنال دیگه هم باز اینجا داد. دلیل این سیگنال های پشت سر هم من دوباره تکرار میکنم براتون. اسپایک داره میزنه، یعنی جهت بازار مشخص شده در جهت صعودی قرار میگیره و الان دارن خریدارا وارد پوزیشناشون میشن. جایی که ما اینجا اومدیم پیش بینی کردیم با سیگنال ها، اینجا تازه بقیه داره دوزاریشون میفته که باید وارد پوزیشن بای بشن و ما چقدر جلوتر بودیم. اما این یکی رو من وارد نمیشم تا این تیپیشو بزنه، به دو دلیل. یه سطح مهم اینجا داریم، این فاصلمون هم مووینگ اوریج داره دور میشه، من احساس کنم نیاز به چیز داره، استراحت داره. اما نکته اصلی که هست اینه که از این سطح تا این سطح ما هیچ سطح مهمی و اندیکاتور برامون تشخیص نداده و همیشه میگیم مثل اتوبان خودش به این سطح میرسونه. همین الان داره تو اتوبان اتفاق میفته. یعنی انقدر نکات من گفتم و نکات درستی بوده که الان تو فیلم خودم یادم میره که چیا گفتم. همیشه میگیم بین این دو تا سطحی که هیچ چیزی نیست، قیمت مثل اتوبان میره خودشو به این سقف میرسونه. من الان چیزی که دارم میبینم اینه که قیمت بیاد به این سقف برسه، امیدوارم که بیاد تیپیمو بزنه، وگرنه برمیگرده دوباره همطوری اتوبانی برمیگرده تا مووینگ اوریج خودش بهش برسونه. این هم باز جزء سناریوی من هست که این پوزیشن جدید وارد نمیشم چون تیپیش بالا هست تا این بیاد استراحتش رو بکنه. بیا دیگه رسید دیگه، به سطح بالایی رسید و این اتوبانه باز اتفاق افتاد. نگاه کنیم اینجا 100 داشتیم، اینجا 100 داشتیم، قیمت اتوبانی اومد خودش رو به اینجا رسوند. چرا شیبش این شکلیه، کمتره قدرتش؟ چون اینجا خیلی سل زدن حالا با هوش مصنوعی و استراتژی اشتباهی دیگه که داشتن خودشون. وقتی که اومدن اینجا رسیدن، همه گفتن بازار بس جهتش عوض شده، باید وارد پوزیشن بای بشیم. اینجا انقدر داره حجم میخوره، این میله‌های نارنجی و سبز داریم، یه اینجا اتوبانی دیگه داره خودش رو رسون به این سطح بالایی. یعنی هر چیزی که ما تو فیلم‌های قبلی گفتیم و توی تلگرام داریم میگیم شبانه روز، همینجا تو لایو هم برامون اتفاق افتاد. خب چی شد؟ خودش رو به این سطح رسون، داره برمیگرده. احتمالاً سریع میاد به اینجا یه واکنشی بده، مووینگ اوریج رو تاچ بکنه و بعد در جهت دوره ادامه بده. من دوره فیلمو نگه میدارم که باز قدم به قدم با هم پیش بریم و ناکنیم 1 2 3 تا سیگنال همشون استاپشون هر کدوم وارد شدیم این پایینه، پشت دورترین، چون بلافاصله پشت سر هم تشکیل شدن.
خب دوستان، همونطور که می‌بینید TP این پوزیشنمون هم خورد دیگه، خیلی داره بازار قوی میشه. یکی دو تا سه تا چهار تا پنج تا سیگنال خرید پشت سر هم اندیکاتور داده که این یکی هم حتی داره TPش تاچ میشه که نگرفتیمش و عملا اون اتوبانه دیگه برگشت هم حتی نداره و نمیخواد منتظر مووینگ اوریج حتی وایسه. داره یک حجم خیلی زیادی وارد بازار میشه در جهت خرید و احتمالا اینجا یه پولبکی دیگه به این سطح داشته باشیم، چون این سطح مقاومتی الان خودش رو حمایت دیگه ردش کرد و دیگه میریم برای گرفتن تیپیمون. نصف مسیری که میخواستیم بریم و اومدیم. ناکنید تیپی اصلیمون تیپی 6.5 هست که الان تا تیپی 3 شو اومد و بهش رسید. نصف مسیری که بعد می اومدیم و اومدیم. الان میام پوزیشن اصلیم هم که فول مارجین بودم و اینجا راحت فری میکنم، میذارمش تو نقطه ورودم. فری ریسک شد، هیچ ریسکی دیگه روی حسابم نیست. این یکی از دلایلش. این اسپایکی که اینجا زد، وقتی اسپایک رو زده اگه این اسپایک بخواد شکست بخوره و برگرده میره استاپم هم میزنه دیگه. پس این پایین جای خوبی هست که من بیام فری کنم یا حتی این مقدار ترید کنم که نمیخوام ترید کنم، فعلا فری میکنمش فقط پوزیشنمو تا ببینیم چی میشه داستان و به کجا میرسیم. الان هیچ ریسکی دیگه روی حسابم ندارم، میتونم پوزیشن های بعدی و بعد از این سطح بگیرم. یعنی این وسط ها اگه با سیگنالی برم در جهت رسیدن به سطح بالایی میتونم بگیرم. اینجا فعلا کار نمیکنم تا این تکلیفش با این مووینگ اوریج مشخص شه. به نظرم داره فاصله زیاد میشه. من هی منتظرم که اتفاقی اینجا بیفته، یک اصلاحی بزنه که هیچ اصلاحی نمیزنه فعلا. به نظرم این بهتره که حدود یه ساعتی ولش کنیم، اصلاح هر چی کاری که میخواد بکنه رو انجام بده، برگردیم. زیاد پای چارت نشینیم، فیلممون طولانی نشه. سودی که باید میگرفتیم کنیم تو این دو سه تا پوزیشن خوب ازش گرفتیم. و یک پوزیشن اصلی اونم که فول مارجین هم که فری ریسک دیگه هیچ استرسی وجود نداره و استاپ میکنیم فیلمو. یه ساعت دیگه حدودا میایم بهش سر می‌زنیم، شاید هم بیشتر. خب دوستان، اون اصلاحی که انتظار داشتیم و داد توی این تایم و الان دوره سیگنال بایی داد. من این سیگنال بایی الانش هم میگیرم، یعنی به موقع رسیدم تا برگشتم پای چارت دیدم که سیگنال باییش رو همینجا داده. سریع رو ضبط کردم. نگاه کن اتفاقی که اینجا افتاد بین این دو تا سطح مهمی که داشتیم صحبتش رو میکردیم و انتظارش رو داشتیم. یک اصلاحی داد که من گفتم منتظرم که خودشو به مووینگ اوریج برسونه، یه پولبکی بزنه. همینجور باز میله ها هم زرد شده. اگه دقت بکنی توی این اوج میله ها زرد شده در حدی که اصلاح بده به مووینگ اوریج. این کار اتفاق افتاد و از همینجا دوباره داره سیگنال خریدش رو میده. من استاپ لاس رو باز میذارم پایینش و تیپی ببینم کجا برام رست کرد. تیپی هم تقریبا همون جایی که تیپی خودمون هست رست کرد، ولی یه مقدار پایین‌تر. تیپی هم باز میذارم جایی که خودش مشخص کرده و ببینیم که چه اتفاقی میفته. چون سطوح هم شکونده من فکر کنم دیگه تا این پندینگش نیاد. حالا من پندینگش هم اینجا روی خط زرد میذارم به عنوان نمادین که اگه اومد پایین 1% اصلاح داد، این پندینگش هم بتونیم ازش بگیریم در جهت باد. فقط یه نکته ای که هست اینه که این سطح رو الان جدید اندیکاتور برامون تشخیص داده و این سقف رو جدید برامون رسم کرده. من میگم سریع اومدم نشستم ببین این حواسم بود. این سطح بالایی رو الان جدید برامون رسم کرده که میشه یه هایی بوده که پولبکش رو اینجا اتفاق افتاده، یعنی بین این دو تا سطح یه محدوده رنج رو تشخیص داده که الان اگه بخواد اصلاح بده خب میاد به این سطح یک اصلاحی میده و افزایشش رو میتونه داشته باشه. اینه که همینجا خیلی سریع اومد این هایی برای ما رسم کرد و یه آپدیتی روی سطوح مهمش به همون داده خود اندیکاتور.
حالا اگه این بالا سل رو میگرفتیم که به خاطر اینکه میدونستیم که میخواد یه پول بکی به مووینگ اوریج بده، این سل اولیه میتونست روی تیپی بخوره با یه اختلاف اسپرد اگه فعال میشد یا نه. که معمولا پیشنهاد میدم این کار رو نکنین وقتی میبینید اینقدر قوی بازار داره به سمت بالا میره و در جهت ترندی که ایجاد شده داره حرکت میکنه، خلاف جهت ها رو نگیرید. چون مثل اینجا نکن، این یکی سیگنال اومده تیپی خورده، سیگنال سلیک اینجا بوده، همون یکی تا نزدیکاش اومده برگشته، اون یکی هم که کلا به تیپیش نرسید. سیگنال ارسال مقدار ریسکی تر هست. الان یه پولبک احتمالا به این سطح بده و بعد بره، چون قدرتمند شکوندش و این پایین صفحه هم میله های اسیلاتورمون سبزه، شرط مناسبی هست برای افزایش. حالا اینجا دوستانی که با لگ ها کار میکنن نگاه کنیم، لگ اول اصلاح، لگ دوم. بس من ببینم لگ دومش دقیقا تا چقدر میافته. دوستان که تو لگ ها رو میان میگیرن، اگه ما به عنوان لگ اول در نظر بگیریم، لگ دوم تیپی این پوزیشن که داریم رو میزنه. اگه بخوایم لگ رو بلندتر در نظر بگیریم، اکف بخوایم در نظر بگیریم که زیاد دقیق نمیتونه باشه اکف گرفتنش، حالا این خودش داستانه خودش رو داره. اگه بخواد اکف بگیریم اون موقع میاد این تیپی اصلیمون هم راحت تو لکا میزنه. ممکن اصلا امواج الیوت پیش بیاد، سموجی پیش بیاد و داستانهای دیگه. اما خب الان سریع ترین چیزی که سر راهمون هست لگ اول اصلاح لگ دوم، یا میتونه سلک ها و این امواج الیوت رو اینا پیش بیاد که هر کدوم ممکنه سر راهمون شکل بگیره، اما خب تیپی ما مشخص هستش. پندینگمون هم صبر میکنیم ببینیم اگه خب یه سیگنال دیگه هم باز همینجا توی صحبت هامون داد، باز هم این میتونه اسپایک دوممون رو تایید بکنه. نگاه کنیم ورود اول، ورود دوم، استاپ اول، استاپ دوم، که اگه دومی هم بخوایم وارد شیم باز استاپش میشه همینجا. نگاه کن بلافاصله پشت سر هم دو تا سیگنال صادر شد، باز همون اتفاقی که اینجا داشت میافتاد اینجا داره ظاهر میشه دیگه. ما چون یه بار وارد شده و اونقدر اختلاف نداره، همون یه دونه رو حفظش میکنیم دیگه، وارد اون پوزیشن دومی نمیشیم. سی پی هاشون هم تقریبا یه جا افتاده، خیلی فاصله کمی با هم داره. حالا اینجا خودش اومد سریع سطحی رو برای ما رسم کرد. اگه سطح رو برامون رسم نکرده بود، نگاه کنین کجا میله های زرد قله خودش رسیده. این قله رو نگاه کنین، توی این محدوده اومده به قله خودش رسیده. یعنی اینجا یه دونه گره معاملاتی یا اوردر بلاک یا سطح تصمیم گیری یا هر چی، هر اسمی بذاریم براش مهم نیست، فقط میدونیم اینجا یه سطح مهمی داریم. میتونیم بین اینجا یه خودتون یه سطحی رو رسم بکنیم. مینی که وقتی اومده اصلاحش داده اینطوری شکستش با همین کندل بزرگ، توی پولبکش وارد بشین یا سیگنال هایی که بعدش هست رو وارد بشین، بدونی که این اوردر بلاکی که اینجا هست حالا یا سطح مهمی که شکسته شده، نمیدونم سطح مقاومتی که شکسته شده تبدیل شده به سطح حمایتی، هزار تا اسم براش میشه گذاشت، اصلا درگیر اسما نشین. فقط بدونید وقتی این سطح شکسته شد دیگه میتونید به افزایش قیمت هم فکر بکنید و این سطح مهم و سطح مهمی بوده که باش میتونید تصمیم گیری بکنید. باز من بخوام دقیق تر بهتون بگم چجوری میشه رسمش کرد، اینو بازش میکنم. اولین کندلی که کوتاه شده، نگاه کنید کندل ها، میگم کندل، میلا همه رو به افزایش بوده. اولین میلایی که کوتاه شده میایم علامت میزنیم. من اینم خطش رو درشت بکنم که شما بهتر ببینید. خب مربوط میشه به کدوم کندل؟ به همین قرمزه. بخوام دقیق رسمش کنم، این محدوده، این محدوده خیلی برام مهمه. اینجا دقیقا جایی که تصویر حساب قبلی شکل گرفته. وقتی این شکسته میشه تو برگشتش میتونیم کارش رو انجام بدیم.
حالا خب اینو که الان من سطح شما متوجه شدیم و حذفش میکنم. نکنین این خط زرد و نقطه ورود سیگنال دوممونو میتونیم حتی روی این هم یه دونه پندینگ بذاریم یا اون قبلیه رو ارتقاش بدیم به پندینگ جدید که اگه این از اینجا اصلاح داد اومد روی این سطح واکنش نشون بده، این پندینگی که مربوط به نقطه ورود بهینه این سیگنال هست هم فعال رو کنه و بره که بتونیم از اون ریسک و ریوارد بهتری بگیریم. من پایینیه رو اصلا پاک میکنم چون زیر سطحمون هست. این بالاییه رو میذارم باشه تا که این بالاییه باشه هم توضیح قبلی میشه دیگه، تا زمانی که این سیگنال کارش رو انجام بده یا 80-90 درصدش رو بیاد که فکر کنم قدرت خوبی بخوره و دیگه به اصلاح اصلا نرسه، چون میخواد بره تو لگشو بده، یعنی لگ دوم یا قدم دومش رو بذاره. حالا بخوایم بهتر بگیم اگه بر اساس گام های حرکتی باشه لگ میشه گام حرکتی اول یا لگ اول، اصلاح گام حرکتی دوم یا لگ دوم. میگم درگیر اسما نشین، مهمه که متوجه بشین چشمی حتی به چه اتفاقی میخواد بیفته. اینجاها من پندینگر رو که الان گذاشتم حذف میکنم. دوستان نگاه کنید چقدر راحت میشه با سیگنال هایی که میده وارد پوزیشن بشیم. خیلی از اندیکاتورها هستن، خیلی از اکسپرت ها هستن، زمانی به ما میان سیگنال ها رو میدن که دیگه دیر شده، مثلا چند تا کندل تاخیر دارن یا یه موقعی هست که نمیتونید شما بگید. الان تو همین تریدایی که با هم داشتیم از اول فیلم به محض اینکه این سیگنال تشکیل میشه شما میفهمین، میان ورودتون رو انجام میدین، تی پی میذارین، استاپ هم میذارین و اصلا هیچ تأخیری وجود نداره. و این اکسپرت از و این میگم اکسپرت این اندیکاتور هیچ حالا فارسیشو بخوام بهتون بگم هیچ محاسبه مجددی نداره یا به قول معروف ریدراوین نداره که مثلا اینجا یه سیگنال سل اینجا اشتباه مثلا اینجا وجود داشته، اشتباه که نبوده بالای مووینگ اوریج بوده، اما خب سیگنال سلی که تشخیص داده خودش به عنوان شخص اینکه یه سیگنال خرید و فروش بهتون بده اشتباه بوده دیگه. اینو میده اول سیگنالو، بعد میاد جلو این سیگنال بایو میده. این سیگنال بایه که به سود میرسه بقیه اندیکاتور رو دارم میگم این شکلیه، میاد قبلی محاسبه میکنه میگه این که استاپ خورد، اینو میاد حذفش میکنه. یعنی شما یه بار متاتریدرتون رو بازوبسته کنید یا چند دقیقه دیگه بهش سر بزنید یا هر چیزی، میبینید این سیگنال سل اشتباهه دیگه نیست و پاک شده. بهش میگن نقاشی دوباره میکنه، مثلا میاد محاسباتش رو دوباره میکنه. اما این چون خودم دارم اینه که خودم دارم از این اندیکاتور استفاده میکنم، هیچ وقت این کارو نمیام انجام بدم که بیام سیگنال های اشتباه رو از روش پاک کنم که بخوام چیز قشنگتری رو مثلا نشون بدم. خب این سلا که همه درست بوده، اینجا نگاه کنیم مثلا این پوزیشن پایی که ریز بوده اینجا بوده، حالا قرمز بوده دیگه نباید میگرفته میشه، اما خب استاپ خورده به هر دلیل. این تیپی خورده، این یک بعدش استاپ خورده، اینجا این سیگنال با تیپیش اینجا بوده، برگشته دیگه استاپ خورده. اندیکاتور دیگه میاد چیکار میکنه؟ مثلا قیمت که به اینجاها میرسه این قبلی میاد محاسبه میکنن این استاپ خورده، حذفش میکنن روی و شما میبینید خب هر چی سیگنال وجود داره به سود رسیده. این همچین چیزی نداریم، چون میگم خودم دارم از این سیستم استفاده میکنم و دیگه حداقل خودم رو که پول نمیزنم و این داستان هست. ما کنیم مثلا سیگنال سلی که اینجا بود اگه میگرفتنش استاپ میخوره، اگه نمیتونستیم روند اصلی قیمت رو درست تشخیص بدیم خب قیمت چی داره میره بالا. اگه نمیتونستیم روند اصلی قیمت رو درست تشخیص بدیم و اینجا هم میومد این سل رو میگرفتیم قطعا استاپ میخورد، اما هنوز این استاپ اینجا هست، هنوز این سیگنال اشتباه اینجا هست و پاک نشده که بدونیم که سیگنال های اگه بخوایم فقط کورکورانه بیم بایوسل رو اینا بزنیم حتما به ضرر خواهیم رسید و حتما باید دیدگاهمون درست باشه. دیدگاه درستی که پیدا کردیم مثل امروز از صبح که دیدگاه درست رو پیدا کردیم کل روز باش ترید کنه در جهت دیدگاه و استراتژی خودتون. خب این 80-90 درصد این پوزیشنی هم که داشتیم و رفت، من این پندینگ رو غیر فعال میکنم دیگه، اصلاح نداد که فعالش کنه دیگه، قدرت اوضاع خیلی زیاده و همون طولگی که صحبتش کردم اتفاق افتاد. اینم دیلیت میکنم که دیگه لازمش نداریم، اکسپایر شد. نکنی دوباره تکرار میکنم، لگ اول اصلاح، لگ دوم الان تیپیمون رو میزنم. خب اینم که به این صورت و باز داریم به اون اتوبانه میرسیم ها، نگاه کنیم
درسته اینکه این سطح رو به عنوان سطح جدید شناسایی کرد برامون، درسته اصلاحش هم داد، اما از این سطح اون سطح بالایی که وجود داره، این سطح بالایی که ما تیپی براش گذاشتیم، هیچ سطح دیگه وجود نداره و اینجا اتوبان رو نگاه کنید. اتوبان چجوریه؟ بدون حتی یه دونه کندل رنگ معکوس داره خودش رو به تیپی اصلی ما میرسونه. حالا برای تریل کردن، چون ما اینجا این سطح اومدیم با هم رسم کردیم و متوجه شدیم و پولبکش رو به مووینگ اوریج هم داد و داره افزایش پیدا میکنه، من الان میتونم بیام استاپمو تریل کنم پشت این سطح. یعنی پشت این سطح تریل کنم، یعنی این مقدار رو سیو سود کنم که اگه برم توی قسمت اینفو این اکسپرت مدیریت سرمایه، نکنید کل این پوزیشن چون فول مارجین بودیم 237% به ما سود میده. این تریدی که داشتیم ترید اصلیمون، که الان با این سیو سودی که کردم 100% رو اومدم سیو سود کردم، یعنی 100 در حدود 99% سودمو اومدم چیز کردم، سیو سود کردم، 99% افزایش سرمایه‌ام ها و منتظر الان دارم میمونم که خودش رو به 237% سود برسونه. دوستان این حساب فول مارجین بود. من خواستم اصلا این عددا رو نبینیم پایین. اول فیلمم گفتم پاک میکنم اون، چون گفته بودم حساب فول مارجین و اینا دیگه پاک نکردم که شما عدد رقمم ببینید دیگه و از سوء تفاهم نشه. هیچ مدیری از سرمایه‌ای روی این دولت حساب انجام نشده و حساب کلا فول مارجین هستش. خب این 90% مسیر رو پیش رفت. من حتی میتونم بیام چیکار کنم؟ الان میزنه تیپی شد دیگه، چون تو سطحمون تو سطح احتمالات خیلی درستیه، چون اینجای خوبی گذاشتم. امیدوارم که به خاطر اسپرت به مشکل نخوره. میتونم بیام این استاپ رو اینجا هم قرار هی سیو سود کنم دیگه. برم توی 1 دقیقه. توی 1 دقیقه هم داره اینجا ضرب میشه. خوبه توی 1 دقیقه هم من سیگنال دارم که اینجا به عنوان تیپیش هست دیگه. به آخرش رسیده. اینجا دقیقا جاییه که من یه مقدار پایین بذاریم که نیاد تا نزدیکش برگرده. بگیم حتی اینجا اومد و سودمون رو نداد. نگاه کنین الان این حسابی که ما داشتیم کلا 260% روش رشد سرمایه داشتیم. یه مقدار صبر کنیم ببینیم تکلیفش چی میشه. الان با تغییر اینجای استاپ از اینجا به اینجا سیو سودم شد 158%، یعنی 15,000 دلارش رو سیو سود کردیم. خب دوستان در نهایت قیمت یه پرش دیگه ای کرد، خودش رو به 100 رسون و پوزیشن ما رو بست و کار ما با این پوزیشن تمام شد. اگه خیلی سریع بخوایم هیستوریمون رو نگاه کنیم، ما اینجا ورودمون بود، اصلیمون بود این فلش کوچیک که تا تیپی 6.5 اومدیم. اینجا هم ورودهای ریزیه که در جهت بای داشتیم، همه فلش ها مشخص هست، با هم دیگه پیش اومدیم. امیدوارم این فیلم هم به دردتون خورده باشه. این احتمالا دیگه هم مسیر رو ادامه میده، شاید همون تیپی 10 که صحبتش کردیم هم برسه. دیگه فیلم خیلی طولانی میشه، بیشتر از اینش رو ادامه نمیدیم. هوش مصنوعی این سطح رو به عنوان تیپی دور در نظر گرفته بود که من این سطح رو در نظر گرفتم که زودتر بهش برسیم. همین سود خیلی بالایی رو بهمون داد روی این حساب فول مارجینمون. حالا میتونستیم همینجا مثلا با بیایم مثلا از اون دولت مثلا 1.5 لاتش رو خارج بشیم، بقیهش رو فری بکنیم، بذاریم که بقیهش افزایش پیدا کنیم. این دیگه مربوط میشه به مدیریت سرمایه‌ای شما که چقدر بخواید کار رو بکنید و چیکار می‌خواید بکنید که به خودتون مربوط میشه. دوره سیگنال پای دیگه داد، شرایط سبزه، باز میشه پیشرفت باهاش. احتمالاً همون امواج الیوت رو میخواد بزنه که اگه بخواد بزنه به این صورت حالا حدودیه دیگه، من باید دقیق باید بکشیم که چقدر میخواد بره که دیگه توی این فیلم نمیگنجه. همینطوری هم خیلی زمان فیلم زیاد شد. امیدوارم که حوصله کرده باشین و دیده باشین. حتما این داخل کانال تلگرام بیاین از این اندیکاتور استفاده کنید. من پیام بدین براتون میفرستم. لینک کانال تلگرام هم داخل دسکریپشن و توضیحات همین فیلم هست. بقیه فیلمامون هم حتما نگاه کنید.